تو پای در راه نه هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. روز دوم از چالش 40 روزه کوهنوردیه. همین الان می‌خواستم کم بیارم، گفتم آه چه چالشی بود، من نمیتونم. ولی من تا وسطاش اومدم، هیچ خبری نیست و احتمالاً تا بالاش هم میتونم برم. یعنی خب احتمال که باید برم، چون به حال حرف زدم و باید پای حرفم بمونم. یه خورده دیگه مونده برسیم که قله. یخ زدم، عرقم داشت بدنم، تا قله‌ام چیزی نمونده ولی خیلی سرده. بچه‌ها اینم از قله. آی خدا خسته شدم، ارزش داشت. یکم استراحت کنم، خیلی باد سردی هم داره میوزه. یکم استراحت میکنم و 51 روز پیش یه چالش رو شروع کردیم. چالش 365 روز، هر روز یک شنا بیشتر. اونم باید اجرا کنم. پوستم کنده است. رفقا این چالش اصلا ربطی به این کوهنوردی نداره. این چالش رو 51 روز قبل شروع کردم و هر روز یک شنا به شنای قبلی اضافه میشه. و اینم راستی میذارمش توی پیج دیگه. یه پیج دیگه دارم به نام عمو هیکل فیت.